کلیپی هست از همین شخصی که طلب مناظره کرده با من، یزدانی، که میخواد در مورد شیخ الاسلام ابن تیمیه و دروغایی که قزوینی بهشون بسته بیاد دفاع بکنه، که ما آمادگی 100% خودمون رو اعلام میکنیم. هر کسی که به نمایندگی از قزوینی، حتی اگر خودش بخواد بیاد، مکارم شیرازی، هر مرجع تقلیدشون بخواد بیاد و در این مورد صحبت بکنه، ما حاضریم کلیپ قزوینی رو پخش بکنیم و ایشون بیاد ثابت بکنه که واقعا شیخ الاسلام ابن تیمیه این حرفو زده یا نه. اما بریم رو همین شخص و یک دروغی که گفته. کلیپی است که من این کلیپ رو خدمت شما عزیزان پخش میکنم. در جواب بیننده‌ای میخواد بیاد ثابت بکنه 12 امام رو. ما گفتیم که حتی اگر یک روایت بدون تناقض و صحیح از کتاب‌های خودتون در اثبات 12 امام داشته باشید، بیارید مورد بررسی اینجا قرار میدیم، میبینیم که راست هست یا دروغ. حالا میریم رو این کلیپ و ببینیم که این آقا چه ادعا میکنه. احمد جان صدا و تصویر اگر داشته باشید. جابر بن عبدالله انصاری میگه من لوحی رو دیدم که بسیار درخشان بود در دست سیده طاهره سلام الله علیها، که نام 12 تن از امامان که از فرزندان حضرت زهرا بودند در او وجود داشت. خب اینا اومدن به اون اشکال میکنن که این پس امیرالمومنین میشه با این 12 نفر 13 نفر، در واقع که از باب تقلیب هست. اولا اونا سندش ضعیفه، اونی که سندش صحیحه در کتاب شریف کافی و کتاب‌های دیگه اومده نام ائمه رو برده، تک تک از اول تا آخر نام همه ائمه آمده و شبهشون بسیار بسیار پیش پا افتاده و غیر قابل قبول است. به همین راحتی اینا اومدن و شبهشون خیلی پیش پا افتاده است و این حدیث هم حدیث صحیح است و لوح فاطمه هم وجود داره و اسم امام هم 12 تا هم تک تک ذکر شده. ما میگیم اول حدیث لوح جابر که در کتاب کافی که صحیح ترین کتابشون هست، میایم از اینجا بررسی میکنیم. بعد میریم رو حدیثی که نام تک تک اماما 12 تا رو تک تکشون رو آورده و میبینیم که آیا واقعا این حرفشون. البته تقصیر این بیچاره بدبخت نیست، این که بی سوادیه که چیزی سرش نمیشه. این همین فایل پاورپوینتی رو که استاد دروغگوش بارها نشون داده و ازش دروغ گفته و ما کلیپا ساختیم و جوابشو دادیم، همون فایل رو یک کپی به این داده و این داره مثل بلبل میخونه اونجا. من اتفاقا وقتی که این کلیپ دوستان به من دادن سرچی کردم تو آرشیفی که پیشم دارم، یک فایل فولدری دارم به اسم دروغای قزوینی، دروغایی که تا حالا ما کلیپ ازش درست نکردیم و همینطوری گذاشتیم. یعنی ما از بین مثلا 10 تا 20 تا 30 تا دروغی که یک هفته ایشون میگه یکیشو انتخاب میکنیم به عنوان نمونه ازش کلیپ درست میکنیم با امید اینکه آقا بیاد جواب بده، که میدونید که جوابی ندارن و نخواهند داد. من این روایت رو خدمت شما عزیزان نشون بدم. بله، اگر احمد جان صدا تصویر داشته باشید. مبده گندوزی جلد 3 صفحه 308 از کتب اهل سنت این قضایا روشن شده. در کتاب های برای شما از کم شیعه هم به همین شکل آمده. ببینید حدیث جابر از حضرت زهرا سلام الله علیها هست با سند صحیح در کتاب‌های ما. در اینجا هم شما میبینید نام تک تک ائمه علیهم السلام در اینجا برای شما عرض کنم. امام حسن، امام حسین، بعد از او امام سجاد، بعد از او امام باقر، امام صادق، امام کاظم، بعد از او امام رضا سلام الله علیه، بعد از او امام جواد، امام هادی، امام عسکری و بعد از او فرزندش حضرت مهدی ارواحنا فدا. کافی جلد اول صفحه 527 حدیث 3 و روایت هم 100% صحیحه. یک نکته رو اینجا خدمتتون نشون بدم اگر دوستان متوجه شده باشن، اینجا این روایت لوح جابر رو همینطوری ازش رد شد و بهش اشاره نکرد. بعد از او امام سجاد، بعد از او امام در اینجا
برای شما. در اینجا هم شما میبینید نام حدیث جابر از حضرت زهرا سلام. بله اینجاست. این حدیث جابر است که رواه کلینی به اسناده صحیح عن محمد ابن یحیی. این روایت است که لوح جابر که ما قبلا در موردش صحبت کردیم و در اینجا این حکایت خیلی طولانی داره. از این رد میشه چون این زیرک کمی دروغگوی ماهره، از این روایت رد میشه میره رو روایت دیگه، فکر میکنه که اون روایت رو ما نمیتونیم مچشو بگیریم اونجا. ببینید همینجا این روایت اصلا نمیخونه. الله علیها هست با سند صحیح در کتاب‌های ما. در اینجا هم شما میبینید نام تک تک ائمه علیهم السلام میره رو روایت دیگه که به قول خودش روایت صحیح هست که حالا رو این روایت هم صحبت میکنیم. در اینجا برای هادی امام عسکری و بعد از او فرزندش حضرت مهدی ارواح نافدا. کافی جلد اول صفحه 527 حدیث 3 و روایت هم 100% صحیحه. و همچنین در خود کافی جلد اول صفحه 522 حدیث 3 اسامی 12 امام آمده. در صفحه این همون لوح فاطمه است که در مورد این ما حرف و حساب زیاد داریم، انشالله صحبت خواهیم کرد. همه این روایت هایی که ادعا میکنه که روایت های صحیح هست دروغ میگه، هیچ کدومش صحیح نیست، طبق مبادی علم حدیث شیعه هم صحیح نیست و ما ثابت خواهیم کرد که در بین رواتش چه انسانهایی وجود داره. و نکته خیلی مهم تناقضاتی که در این روایت دیده میشه. پس آقای یزدانی فقط توتیوار همون چیزایی رو که استادش میگه میاد اینجا تکرار میکنه و بله اینا روایت ها صحیح است و این شباهات اینا اصلا مبنایی نداره و از این حرفا. خب این نشد روش علمی بحث کردن و صحبت کردن در مورد روایات. اگر شما یعنی واقعا شهامت و مردانگی دارید بیایید در مورد روایتاتون تک تک این روایت صحبت بکنید. اما آنچه که یزدانی گفت که روایت لوح فاطمه یا لوح جابر این روایت صحیح هست، ما میایم اول تک تک این کتاب‌های اینها رو، مهمترین کتاب‌های حدیثی اینها رو بررسی میکنیم و میبینیم که آیا این لوح جابری که ادعا کردن، ما اصلا نمیم بررسی سندی بکنیم. بررسی سندی خودش یک مبحث جداگانه است، چون در قضیه بررسی سندیش اینا در کل مذهب شیعه یک حدیث صحیح نمیتونن برای ما بیارن که همه رواتش 12 امامی از 12 امامی و عادل باشه و اون صفاتی رو که ذکر کردن در ما رواه ضبط العادل الامامی عن مثله من غیر شذوذ ولا عله. این به اصطلاح تعریف حدیث صحیح که در نزد اینها هست و در کتاباشون ما بارها نشون دادیم. بر این مبنا اینا نمیتونن یک حدیث صحیح هم بیارن و این تحدی است که بارها اعلان کردیم. میریم رو حدیث لوح جابر که یزدانی و قزوینی گفتن که حدیث صحیح هست و در کتاب اصول کافی هم اومده. این کتاب اصول کافی، اینم شناسنامش، اینم ثقة الاسلامشون محمد ابن یعقوب کلینی، اینم این روایت هفتم میگه محمد ابن یحیی میگه سمعت ابا جعفر یقول 12 امام من آل محمد كلهم محدث من ولد رسول الله و من ولد علی و رسول الله و علی هم الوالدان. 12 امام از فرزندان علی و رسول الله. دقت بکنید 12 امام من ولد رسول الله و من ولد علی. 12 امام از فرزندان علی و رسول الله. یعنی چی؟ یعنی علی امام نیست. اگر امام است بعد چون دروغگو میگن حافظه نداره، این حدیثو که جعل کرده متوجه این مسئله نشده. بعد میگفت که 11 اماما من ولد رسول الله و من ولد علی اضافه الى علی 12 اماما. اما دیگه بده بره، این مذهب اینا اینطوری است. و روایت بعدی
روایت نهم در صفحه 408 کتاب اصول کافی. این روایت خیلی جالب است. حدیث جابر که اینقدر بهش استناد میکنن این است: عن جابر بن عبدالله الانصاری قال دخلت على فاطمه و بین یدیها لوح فیه اسماء الاوصیاء من ولدها. بر فاطمه داخل شدم، اونجا گفته بود من ولد رسول الله و من ولد علی، فرزندان رسول الله فرزندان علی. در اینجا خواسته فقط عبارات رو عوض بکنه، دروغ همون دروغه. گفته دخلت على فاطمه و بین یدیها لوح فیه اسماء الاوصیاء من ولدها. پیش فاطمه داخل شدم، جابر ابن عبدالله میگه، و در دست او لوحی بود که در اون اسماء اوصیا از فرزندانش بود. فعددت 12 آخرهم القائم. این فرزندان فاطمه رو که در این لوح بود حساب کردم، 12 تا بودن، آخرشون هم قائم علیه السلام بود، یعنی همین مهدی مزعومی که ادعا میکنن. 3 منهم محمد و 3 منهم علی. یادداشت کنن عزیزان شیعی که الان دارن میبینن، 3 منهم محمد، 3 تا محمد بود در بین این 12 تا و 3 تاشون هم علی بودن. یک بار دیگه روایت رو میخونیم، شما فقط یادداشت بکنید: 3 تا محمد و 3 تا علی. دخلت على فاطمه و بین یدیها لوح فیه اسماء الاوصیاء من ولدها فعددت 12 آخرهم القائم. بر فاطمه داخل شدم، در نزد یک لوحی بود، در این لوح اسماء اوصیا بود از فرزندان فاطمه، حساب کردم 12 تا بودن، آخرشون علی بود، 3 تاشون محمد و 3 تاشون علی. این کتاب اصول کافی که آقای قزوینی میگه این حدیث صحیح هست و این روایتی که در اینجا آورده کتاب کافی روایت صحیح است، و لوح جابر که حدیث معروف که بزرگترین دلیل اینها برای امامت 12 امام. حالا ما میریم اول خدمت شما عزیزان من جدولی رو نشون بدم. عزیزان شیعه که میدونن این چیزا، چون همیشه به این چیزا آگاه هستن و دعا میخونن و تو مفاتی و تو غیره کتابشون اسم ائمه را حفظ هستن. عزیزان اهل سنت شاید بعضیا ندونن اسما رو. ما آوردیم 12 امام اینها رو از با لقب و اسم پدر و اسم جد و کنیه همه رو آوردیم کامل. احمد جان نشان بده. ابوالحسن علی ابن ابی طالب، علی، یه دونه علی. ابا محمد حسن، ابا عبدالله حسین، ابا محمد علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب زین العابدین، 2 تا علی شد. بعد ابو جعفر محمد، ابو عبدالله جعفر، ابو الحسن موسی و ابو الحسن علی ابن موسی ابن جعفر الرضا، امام رضا. این شد 3 تا علی. بعد ابو جعفر محمد ابن علی ابن موسی الجواد التقی، ابو الحسن علی، این شد 4 تا علی. امام دهم اسمش علی ابن محمد ابن علی الهادی النقی است. پس ما 1، 2 تا، 3 تا و 4 تا علی داریم در بین 12 امام و 3 تا محمد داریم. ابو جعفر محمد اسمش است، امام پنجم. امام نهم ابو جعفر محمد اسمش است، محمد ابن علی ابن موسی. و ابو القاسم امام مهدی هم اسمش محمد است، محمد ابن حسن ابن علی المهدی الحجه. پس شد 3 تا محمد و 4 تا علی. دوستان دقت کردن؟ الان معمایی که اینجا شاید در ذهن شما ایجاد شده باشه رو شاید متوجه شده باشید که منظور ما چی است در اینجا. اینها در وقتی که روایت جابر رو که وقتی ما میایم اینجا میبینیم، در روایت جابر این روایت است. گفت بر فاطمه داخل شدم و در نزد او لوحی دیدم که اسم امامان نوشته بود از فرزندان فاطمه، من ولدها، فرزندان فاطمه. حسابشون کردم 12 تا بودن. فعدت 12 آخرهم قائم، آخرشون قائمت. 3 منهم محمد، 3 تا محمد توش بود و 3 منهم علی، 3 تا هم علی بود. 12 امام فرزندان فاطمه، 3 تاشون علی، 3 تاشون محمد. پس علی ابن ابی طالب کجاست؟ ما کجا حساب کردیم 4 تا شد، 4 تا علی و 3 تا محمد. اینا یعنی شما تصور کنید محمد ابن یعقوب کلینی یکی از استوانه های دین ایناست. یعنی کلینی رو بردارید
میریزه، شیعه تموم شد رفت. کافی رو بردارید دیگه چیزی برای تشیع نمیمونه. هر شدان از همین کافی دارن. این آقا انقدر عقل و شعور نداشته که یک چرتکه به اصطلاح، این کلیپ آیت الله چرتکه رو احمد جان آماده کنه، شاید در آخر این موضوع به درد بخوره. یه چرتکه میگذاشت جلو خودش که اینا رو حساب میکرد، یه 4 تا خط میکشید که 4 تا علی است نه 3 تا علی. شاید بگن که خب اینجا مثلا یزدانی میگه اینجا از باب تقریب گفته، از باب میگه که من ولدها 12 تا امام من ولدها، دیگه قضیه واضح و آشکار است. بر صورت میریم رو روایتی که در کتاب‌های دیگری اینها هم اومده و این روایت‌ها رو هم بررسی می‌کنیم که ادعا می‌کنن که امامان اعلام الورا در اینجا هم همین مطلب اومده. در احمد جان نشون بده کتاب اعلام الورا به اعلام الهدى از شیخ طبرسیشون در جلد دوم در اینجا ببینید. این آقا وقتی که اینجا آورده متوجه قضیه شده، میگه همین روایت رو برده منتها اینجا گرفته تحریفش کرده. دخلت علی فاطمه و بین یدی الله فی اسماء الاوصیا من ولدها. بر فاطمه داخل شدم، در نزدش لوحی بود در اون اسماء امامان بود از فرزندان فاطمه. فعدت 12 حساب کردم 12 تا، آخرشون قائم، 3 تاشون 3 منهم محمد و 4 منهم علی. اینجا زیرکی کرد آقای طبرسی، اینو تحریف کرده. 4 منهم علی، 3 را 4 کرده. منتها بیچاره بدبخت بالاش جمله قبلی رو متوجه نشده که این 12 تا از فرزندان فاطمه هستن. ببینید که چطور با عقل شیعیان علمای شیعه بازی میکنن. این از این کتاب اعلام الورا. الارشاد شیخ مفید، این کتاب الارشاد احمد جان نشون بده از شیخ مفید، اینم صفحه بعدش و اینم همین موضوع. در اینجا این آقا متوجه اشتباه دروغگوی بزرگشون کلینی شده. از جابر ابن عبدالله دخلت علی فاطمه بنت رسول الله و بین یدی الله فی اسماء الاوصیا والائمه من ولدها، ائمه‌ای که از فرزندانش بودن. فعدت 12 آخرهم قائم من ولد فاطمه و 3 منهم محمد و 4 منهم علی. 3 تاشون محمد و 4 تاشون علی بودن. این 4 تا علی هم از فرزندان فاطمه، یعنی علی ابن ابی طالب از فرزندان فاطمه است. دروغگویی که حافظه نداشته باشه اینطوری حدیث جعل میکنه. در الانوار البهیه در اینجا هم همین روایت رو آوردن، فی تواریخ الحجج الالهیه از شیخ عباس قمیشون. در اینجا یک دروغ خیلی جالبی گفته شیخ عباس قمی، میگه که این هذا الامر یملکه 12 اماما، این امامت در نزد 12 تا امام هست. من ولد علی و فاطمه. گوش کنید به ترجمه. میگه امامت رو حق 12 تا امام میدانیم که اینها از فرزندان علی و فاطمه هستند. 12 تا امام از فرزندان علی و فاطمه. پس این وسط علی چی کار است؟ این روایت دیگه از این شیخ عباس قمیشون که یه آدم جاهلی بوده، روزخونی بوده، نمیدونم این کتابو کی براش نوشته. الخصال شیخ صدوق در اینجا همین روایت رو آوردن. این بیچاره
عقلش کار نکرده شیخ صدوق وقتی که این روایت رو ذکر کرده، دخلت علی فاطمه و بین یدیها لوح فی اسماء الاوصیا، پیش فاطمه رفتم، در دستش دیدم لوحی که در اون اسماء اوصیا بود، اسماء امامان بود. فعدت 12، حساب کردم 12 تا بودن. احدهم قائم، یکیشون امام زمان بود. 3 منهم محمد، 3 تاشون محمد، و 3 منهم علی، 3 تاشون هم علی بود. پس اینجا علی ابن ابی طالب جز امامان نیست، بر اساس این روایتی که در ابواب 12 امام صفحه 478 جلد 2 شیخ صدوقشون آورده. این روایتی است که آقای یزدانی ابوالقاسمی بهش مینازن و همچنین در صراط المستقیم زین الدین بیاضی در الغیبه شیخ طوسی و در بهارالانوار مجلسی در بهارالانوار هم همین روایت آورده. این کتاب بهارالانوار هست، بهارالانوار اینجا میگه که در روایت ششم در صفحه 287 تاریخ الامام زکی حسن المجتبی و در چاپای قدیمش جلد 44 صفحه 138 میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم عهد و پیمان گرفتن که این امامت برای 12 شخص که همه امام هستن از فرزندان علی و فاطمه، از فرزندان علی و فاطمه 12 تا امام هستن که اینها یا مسموم میشن یا مقتول هستن. پس علی امام نیست طبق این روایتی که در بهارالانوار مجلسی اومده. و این روایتی رو که در خاتمه المستدرک میرزا طبرسی در عیون اخبار رضای شیخ صدوق در کشف الغمه اربیتی است و کمال الدین و تمام النم شیخ صدوق و من لا یحضر الفقیه و وسایل شیعه، همه اینجا روایت های 13 امامی است. یا 4 تا علی است، علی ابن ابی طالب جزش نیست، یا 3 تا علی است، علی ابن ابی طالب جزش نیست. المهم یا اینا قائل به 13 امام هستن، یا اینکه همون حرفی که زدیم و به حقیقت نزدیکتر است که اینا دروغ گفتن و چون دروغگو حافظه نداره حواسشون نبوده که این روایت ها رو یک چرتکه جلوشون بذارن، ماشین حساب که نبوده اون موقع، یه جمع تفریقی بکنن که حداقل مثل آیت الله قزوینی که از 1000 تا 1100 بلد نیست یک شماره بشماره، اینو تو 12 تا امام موندن که چند تاش علی است چند تاش محمد است. و این روایت رو برای نمونه خدمتتون نشون بدم. کشف الغمه فی معرفت الائمه جلد 3 ابی جعفر محمد ابن علی عن جابر بن عبدالله الانصاری دخلت علی فاطمه بنت محمد و بین یدیه لون فی اسماء الاوصیا والائمه من ولدها، فرزندانش 12 تا، فعدت 12 اسما آخرهم قائم من ولد فاطمه. دوباره تکرار کرده که 12 تا از ولد فاطمه است. 3 منهم محمد و 4 منهم علی، 3 تاش محمد است و 4 تاش علی است. اینها کیا هستن؟ اینا 12 امام هستن. پس علی ابن ابی طالبی به عنوان امام در نزد ایشون وجود نداره. در کتاب کشف الغمه جلد 3 صفحه 246 این مطلب رو آورده. بر صورت این از 12 امامشون که بهش خیلی مینازیدن. اما آنچه که قزوینی در مورد روایت 12 امام گفت که والله این روایت صحیح است و لوح جابر صحیح است و فلان است، ما فقط یک سری زدیم به آقای مجلسی در کتاب مرآت العقول. این کتاب مرآت العقول فی شرح اخبار آرسوک در شرح کتاب کافی نوشته شده، اینم صفحه بعدش، اینم شناسنامه‌اش. و اینجا در مورد حدیث لوح جابر میگه این حدیث ضعیف است، اما قزوینی به دروغ میگه که 100% صحیح است. میگه که الحدیث الثالث ضعیف. تشکر احمد جان. این از این مطلب. بررسی این روایت رو میکنیم. روایتی که آقای قزوینی میاره و خیلی هم بهش مینازه، این روایت رو من خدمت شما عزیزان نشون بدم. این کتاب کافی از کلینی، ثقة الاسلام محمد ابن یعقوب کلینی، اینم شناسنامه‌اش، اینم صفحه بعد. این روایت میره از محمد ابن یحیی، همه اینا رو ول میکنیم، اینا یکیشون سالم نیستن. این رواتی که در اینجا آورده، ما همون کسی رو میگیریم که دیگه نباید شک بکنه کسی در ثقه بودنش. از اصحاب امام جعفر. کی است این از اصحابشون؟ ابی بصیر. این ابی بصیر از
اصحاب امام جعفر است که همین حدیث لوح جابر رو ذکر میکنه و البته این حدیثی نیست که توش اسما ذکر نشده. تو این حدیث اسما ذکر شده. قزوینی اگر متوجه شده باشید صفحه مانیتور نشون داد، اسمای ائمه ذکر شده، علی و حسن و حسین و زین العابدین، همه رو اسمشون رو ذکر کرده. تو این روایت هم طولانی است، احمد جان نشان بده. قصه طولانی است. هذا کتاب من الله، یک نامه است از رسول الله صلی الله علیه و سلم ادعا کردن و در اینجا اسمای ائمه همشون تک تک اینجا ذکر شده. آخرشون هم میم ها میم دال که منظور مهدی است. خب این روایت رو خدمت شما عزیزان عرض کردم که این روایت از کی روایت شده؟ از ابی بصیر. احمد جان نشون بده این قسمت رو. روایت سوم عن ابی بصیر، از ابی بصیر روایت شده که آقا گفت که 100% صحیح هست. ما فقط یکی از روات این رو به خاطر ضیق وقت میریم یکی از این روات رو بررسی میکنیم. بقیه روات هم حال بهتر از این ندارن. چرا؟ این آقای ابوبصیر از نزدیکان امام بوده، از اصحاب امام بوده. حالا شما بقیه رو که دیگه وضعشون خیلی بدتر بوده بعد از ابوبصیر اینا که اومدن. اختیار معرفت الرجال، معروف به رجال کشی، یکی از رجالیون معروف شیعه است و این کتابش، این هم صفحه بعد، این هم شناسنامه‌اش و این کتاب هم در ایران چاپ شده و خدای نکرده فکر نکنید که وهابی‌ها اومدن و یا داعش اومده این کتاب رو بر ضد شیعه چاپ کرده. در این روایت میگن که ابوبصیر گفت قلت له یا ابوبصیر اتق الله و حج بمالک، گفتم ای ابوبصیر از خدا بترس و با مال خودت حج بکن، فانک ذو مال کثیر، تو مال زیاد داری. فقال اسکت، ساکت باش، فلو ان الدنيا وقعت لصاحبك لاشتمل عليها بكسائها. ابوبصیر میگه که اگر مال و دارایی به دست امام جعفر صادق بیفته عباشو میندازه همه رو برای خودش جمع میکنه. این آقا راوی صحیح ترین حدیث شیعه در اثبات 12 امام است. این نظرش در مورد امام. این آقا یکی از شاهکاراش چی بوده؟ جنوب می شده، یعنی بعد از همبستری با همسرش یا بعد از احتلام بدون اینکه غسل بکنه می اومده خدمت نوه رسول الله صلی الله علیه و سلم. روایت چهارم در مورد ابوبصیر میگه که با ابوبصیر روبرو شدم، قلت این ترید، گفتم کجا میری؟ ارید مولا، گفت میرم پیش امام جعفر صادق. قلت انا اتبعك، منم با تو میام. فمضى معي فدخلنا عليه، داخل شدیم بر امام و احد نظر الیه فقال هكذا تدخل بیوت الانبیاء و انت جنوب، اینگونه وارد خونه پیامبران میشی در حالی که جنوب هستی، یعنی غسل بر تو واجب شده. اعوذ بالله من، و گفت که اعوذ بالله من غضب الله و غضبک، فقال استغفر الله ولا اعود، پناه میبرم به الله از غضب الله و از غضب تو ای امام و استغفار میکنم و دیگه این کار رو انجام نمیدم. این آقا به این وضعیت میرفته خدمت امام. در روایت هشتم کسی میاد به ابوبصیر میگه اینی سألت ابوالحسن عن امرأة التي تزوجت ولها زوج، از ابوالحسن پرسیدم در مورد زنی که ازدواج میکنه و شوهر داره. قال ترجم المرأة ولا شيء على رجل، زن رو سنگسار میکنن و مرد ولش میکنن، کاری به کارش ندارن. ابوبصیر چی گفت؟ فمسح على صدره وقال ما اظن صاحبنا تناهى حکمه بعد، میگه که دستش به سینه‌اش کشید و گفت که هنوز این علم اماممون به جا نرسیده، یعنی علمش پخته نشده. این نظر آقای ابوبصیر بوده در مورد امام. در روایت بعدی میگه سألت ابوالحسن عن رجل، ازدواج کرده، همون سوال قبلی. در اینجا میگه که ابوبصیر دستشو به سینه‌اش زد و گفت که فکر میکنم که این امام ما تالا علمش کامل نشده. اظن صاحبنا ما تکامل علمه، علمش هنوز کامل نشده. در روایت دوم در مورد دوستان ابوبصیر، ابی یعفور و غیره میان در مورد دنیا صحبت میکنن، در
مورد زیبایی های دنیا. فقال ابو بصیر المرادی اما ان صاحبكم لو ظفر بها لاستأثر بها. این امام ما اگر که دنیا رو بهش بدی همه رو برای خودش میگیره. قال فعغف فجاء كلب يريد ان يشغر عليه فذهبت لاطرده قال لي ابي جعفر دعه قال فجاء حتى شغر في اذنه. اینجا ابو بصیر این حرفو که زد میگه یک به نسبت عزیزان بیننده سگی اومد و شاشید به گوش و صورت ابو بصیر. اینم که ارتباطی که آقای ابو بصیر با سگ‌ها داشتن که ایشون رو مورد عنایت قرار میدن. این آقای ابو بصیر از جمله شاهکارهایی که داشته در روایت 11 میگه که ابو بصیر یک زنی رو قرآن یاد میداد. کنتو اقرأ امرأة كنت اعلمها القرآن قال فمازحتها بشيء. با این زن یک شوخی کردم. فقدمت على ابي جعفر، پیش ابی جعفر اومدم. قال لي یا ابا بصیر، ای ابو بصیر ای شیء قلت لامرأة، با این زن چیکار کردی، چی گفتی بهش؟ قال قلت بیدی کذا، یعنی دستکاری کردم، دست به جسمش زده به اصطلاح. وقد وجهه، این گفته این دست زدم به این زن و صورتشو، ابو بصیر خجالتی هم بوده بیچاره بدبخت، صورتشو پوشانده. قال امام چی گفته؟ لا تعدن الیها، بر نگرد به این زن، یعنی دیگه باش این کارا رو نکن. این آقا ناقل صحیح‌ترین حدیث 12 امام شیعیان هست. روایت بعدی، این آقا دیوونم بوده، یعنی قاطی بوده. شاید در تهران بیشتر این کلمه استفاده بشه، میگن فلانی قاطیه، اصلا یعنی حلال و حرام سرش نمیشه، حرف خوب و بد سرش نمیشه، حرف درست و نادرست سرش نمیشه، یعنی قاطی است، یعنی همه چیز توش هست. این آقا میگه که در مورد ابو بصیر از کسی پرسیده و ایشون گفته اسمش یحیی بن ابی القاسم بود و ابو بصیر کان یکن ابا محمد، کنیش ابو محمد بود. کان مولا لبنی اسد، برده بنی اسد بود. و کان مکفوفا، کور بود. فسألتو هل یتهم بالغلو، آدم غالی بود. فقال اما الغلو فلا، غالی نبوده، لم یتهم بالغلو، متهم نشده، ولکن کان مخلطا، قاطی بوده. این آقایی که قاطی بوده این راوی 12 تا امام شیعیان است که آقای قزوینی و یزدانی هم شاگردش با افتخار میگن که این روایت ما روایت صحیح هست. میگه که ببینید بی‌ادبی اینها رو با ائمه اهل بیت. میگه جلس ابو بصیر علی باب ابی عبدالله، ابو بصیر دم در امام جعفر صادق نشسته بود. لیطلب الاذن، اجازه میخواست که وارد بشه. فلم یوزن له، بهش اجازه ندادن. فقال لو کان معنا طبق لأذن. قال فجاء كلب فشغر في اذنه. میگه که اگر ما یه سینی پر از هدایا میداشتیم امام بهمون اجازه میداد. این ابو بصیر راوی صحیح‌ترین روایت 12 امام که امام جعفر صادق رو متهم میکنه که اگر که یک سینی پر از هدایا میداشتیم بهمون اجازه میداد، چون الان سینی دستمون نیست و فقیر هستیم بهمون اجازه نمیده. این روایت دیگری که اینا آوردن در اینجا. ادامه این روایت خیلی جالبه. میگه وقتی که این حرف زد گفت اگر ما یک سینی داشتیم امام بهمون اجازه میداد، تا که همین حرف زد یک سگی اومد در اون نزدیکی ادرار کرد به صورت آقای ابو بصیر. بعد احمد جان روایت رو نشون بده. بعد گفت اف ما هذا، اف این چی بود؟ قال جلیس، و کسی که کنار نشسته بود گفت هذا کلب شغر فی وجهک، این سگی بود که در صورتت یا بر صورتت ادرار کرد. این راوی، من فقط از یکی از کتاب‌های اینها و اونم رجال کشی در مورد یکی از روات این حدیث
صحبت کردم، در حالی که درباره بکر ابن صالح الرازی، صالح ابن ابی حماد، عبدالرحمن ابن سالم، همه رواتی که در این روایت اومدن در مورد تک تکشون مدارک دارم که میتونم صحبت بکنم. اما مش نمونه خروار صحیح ترین راوی اینها که به اصطلاح دیگه حرف و حسابی روش نیست. مثلا ما وقتی که میایم احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم رو بررسی میکنیم، وقتی میگیم که مثلا جابر ابن عبدالله انصاری از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت کرده و این حدیث رو مثلا احمد، محمود، تقی، نقی فلان از جابر روایت کردن، دیگه نمی‌ریم رو جابر ما صحبت بکنیم که والا این جابر چجور انسانی بوده، کافر بوده، مسلمان بوده، غالی بوده. این دیگه صحابی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است، دیگه حرف و حساب روش نیست. این آقا ابو بصیر هم صحابی به اصطلاح امام جعفر صادق است. این هفته گذشته اگر در مورد جابر جوفی یادتون باشه صحبت کردم و 100 و چند هزار حدیث روایت کرده و در یک مرتبه یک بار بیشتر پیش امام باقر دیده نشده. این آقا هم یکی دیگر از روات اینها که بهش افتخار میکنن که روایات صحیح دارن از اصول کافی و از غیر کتاباشون در مورد اثبات کردن 12 امامشون که لوح جابر و اون حدیث دیگری که آقای قزوینی در موردش صحبت کرد. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم آقای انصاری، حال شما، احوال شما؟ علیکم السلام و رحمت آقای الله. انصاری می‌خواستم بگم امامان رو کسی قبول نداشته باشه خدا قبول داشته باشه خدا او رو معاقبه میکنه یا نه؟ اگر مثل یهود و نصارا که پیغمبر رو قبول نکردن خدا اونا رو عذاب و عقاب میکنه. شما یک روایت صحیح بیار که پیامبر اکرم محمد صلی الله علیه و آله و سلم همون پیغمبری که در یهود و نصارا بعدش و موسی و عیسی دادن که او خواهد آمد تا یهودی‌ها و نصارایی‌ها همشون بیان مسلمان بشن. شما اسم امامان ائمه امامت رو از قرآن حذف کردین، بعد آمدین میگین روایاتش هم ضعیفه. معلوم نیست اصلا چه عنادی با مثل یهود و نصارا که با محمد عداوت دارن شما با اهل بیتش عداوت دارین، با امامت عداوت دارین، در حالی که خودتون روایات دارین که از قرآن کم شده. کتاب احادیث آقای محترم، آقای حسینی، آقای حسینی گوش کن عزیز دل برادر، گوش کن. ما در مورد عقیده اهل سنت و امامت و فلان این چیزا صحبت نمی کنیم. موضوع دروغ هایی است که آقای کلینی به الله و رسولش بسته، آقای مفید به الله و رسولش بسته، طبرسی به الله و رسولش بسته، مجلسی به الله و رسولش بسته. این علمای بیعقل شما برز معذرت یعنی بلد نبودن که دو تا چند تا میشه. یعنی 12 تا امام رو یک بچه کلاس اول ابتدایی با دنگوشای دستش میتونه بشماره. در این مورد صحبت بکنید. این روایت هایی که شما قائل به تحریف قرآن هستید. بینندگان از این آقای حسینی یک از آخوندهای شیعه است، اعتقاد داره که ما اهل سنت روایت هایی رو که در اون اسم ائمه در قرآن کریم ذکر شده و امامت ذکر شده این رو از قرآن حذف کردیم. این اعتقاد به تحریف قرآن است و این کفر محض است. من بارها اعلان کردم هر کس که قائل به تحریف قرآن باشه کافر است، مرتد است، جاودان در آتش دوزخ است. و این آقا قائل به تحریف قرآن است. ما در این مورد صحبت نمی کنیم. در مورد تحریف قرآن بارها باهات صحبت کردم، گفتگو شده و کلیپاش هم داره در شبکه وصال حق پخش میشه و الحمدلله این صحبت ها و اعترافات شما سبب هدایت ده ها بلکه صدها جوان شیعه شده که از این حقیقت ها خبر نداشتن و شما خودتون اعتراف کردید. الان شما برای من این تناقضی رو که در کتاب های شما وجود داره که اماما 12 تا یا 13 تا، اینو برای من حل بکنید آقای حسینی. این آیات قرآن کتاب احادیث مختاره میگه سوره احزاب به اندازه سوره آقای حسینی در روایت 12 13 امام. آقا بابا تو آخوندی ناسلامتی، تو این کتابا رو تو حوزه خوندی بابا جان؟ جواب من رو بده. 12 امام چطور 13 تا شده؟ 12 امام چرا 13 تا شده؟ شما 12 امامی هستی یا 13 امامی؟ در این مورد صحبت بکن آقای حسینی، در این مورد صحبت بکن. شما اول به من 2 3 تا تهمت زدی، بذار من جواب اونا رو میدم، بعدم جواب این 12 امام. 12 امام 3 تا حدیث 3 تا محمد بعد از حضرت علی، فاطمه نگفته
نگفته. این روایت اینجا هست. روایت دروغ نبندید به کتاب. آقای محترم دروغ نبندید. من الان این روایت رو خدمتتون اینجا نشون میدم. این روایت هست. ببین این کتاب کافی صحیح ترین کتابتون، خودت هم اعتراف میکنی که همه روایات کتاب کافی صحیح هست. میگه که بخون آقای محترم، بخون ترجمه کن. خب میگم فرق شما بخون ترجمه کن. چیه الان؟ آقای محترم بخون ترجمه کن. من هیچی نمیگم، بخون ترجمه کن. چی رو بخونم؟ همین روایت. شما فرق خودتو با یهود و نصارا بگو. آقای محترم این کتاب رو بخون. کتاب محمد رو قبول اصول کافی جلد 1 کتاب الحجه حدیث شماره 9. بخون اینو ترجمه کن. صحیح ترین حدیث شما در باب امامت 12 امام. بخون. خب میگه وارد شدم بر فاطمه، در دستش لوحی بود که در او اسماء اوصیا از فرزندانش بود. شمردم 12 تا بودن، آخرینشون قائم بود. 3 تا محمد و 3 تا علی. خب همون حرف که میزنی دیگه، یعنی 3 تا محمد و 3 تا علی از امامانی هستند که از نسل فاطمه هستند. از نسل حضرت علی که از نسل فاطمه فعدت تو 12 میگه شمردم 12 تا بودن. از ولدها من ولدها 12 تا امام بودن. حضرت علی از فرزندان فاطمه بود. خب منم دارم همینه میگم از حضرت علی از اولاد فاطمه که اسمش در میان ائمه به عنوان فرزند فاطمه ذکر شده باشه. شما خودتون به نافهمی میزنید. آقای محترم حدیث رو ترجمه کن. بینندگان خودشون قضاوت میکنن که نفهم کیه. آقای حسینی در روایت میگه و بین یدیها لوح فیه اسماء الاوصیا. در دست فاطمه لوحی بود که اسماء اوصیا یا امامان بود درون. من ولدها از فرزندانش. فعدت تو 12 شمردم که 12 تا بودن. آخرهم قائم، آخرشون امام زمان بود. 3 تاشون محمد بود و 3 تاشون هم علی. اوصیا پیغمبر از نسل فاطمه میگه شمردم اونها رو 12 امام بودن. یعنی نخواسته حضرت علی رو که شوهر فاطمه بوده اون رو دیگه در میان اینها ذکر نکرده. برای همین میگه 3 تا فاطمه محمد 3 تا علی. یعنی خود اسمای اماما 12 تا بوده، اما 3 تا از اونها علی و 3 تا محمد از نسل فاطمه بودن. نمیگه که حضرت علی که از 12 امام نبوده که. بابا جان میگه در بین 12 امام 3 تا علی بود و 3 تا هم محمد، و میگه که این 12 تا هم از فرزندان فاطمه بودن. حضرت علی در این وسط کجاست؟ حضرت علی همون جایی که یهود و نصارا گفتن محمدی هنوز نیامده، آخر از زمان خواهد آمد. شما هم داری مثل همونا میگی دیگه. اگه کسی خودشو بخواد به نافهمی بزنه مثل شما باید همین کار رو بکنه. بعدم شما خودتون مگه نمیگین که آقای محترم همین روایت رو الان تو میگی که اینجا نخواسته که اسم علی همین روایت رو در عیون اخبار رضا نگاه کن به تلویزیون، یاد بگیر آقای حسینی. یک کمی در حوزه مثل که این چیزا رو به شما یاد ندادن چطور از این دروغایی که در کتاباتون اومده فرار بکنید. عیون اخبار رضا همین روایت رو عیون اخبار رضا میاره. در اونجا این آقای کمی عقلش کار میکرده، گفته که اینو حساب کردم. از جابر بن عبدالله انصاری دخلت على فاطمه علیه السلام و بین یدیها لوح فی اسماء الاوصیا فعدت 12 آخرهم قائم 3 منهم محمد و 4 منهم علی. 3 تاشون محمد بوده و 4 تاشون علی بوده. حالا این وسط کی راست میگه کی دروغ میگه؟ خب این جابر بن عبدالله انصاری گفت داخل شدم بر فاطمه، در دستش لوحی بود که اوصیا بود. شمردم 12 نفر بودن، آخرینشون قائم. 3 تا از اونها محمد و 4 تا از اونها علی. خب این که میگه 4 تا از اونها این بیار دوباره سفر رو از نسل فاطمه اینجا هم داره؟ نه نداره. این آقا فهمیده که چه دروغی گفته این کلینی، اومده اینجا تصحیحش کرده. شما هیچ دروغی هم نگفته. شما همین که اصرار کردن که 12 امام ان عدت الشهور عند الله 12 شهر منها 4 حرم، 4 تا از اونها علی هستن. خدا به تعبیر به باطن قرآن اشاره کرده. یک لحظه
شما بگید من حاضر نیستم امامت رو قبول کنه، همونجور که یهود و نصارا حاضر نیستن محمد رو قبول کنن. شما این آیه رو یک بار دیگه بخون، این یک بار دیگه بخون، دوستان نگاه بکنن این آیه رو. میگم تعویلش یعنی باطنش. بخون این آیه رو، تعویل بکن برای من. ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض. میگه که 12. آقای حسینی اینو آیه رو تا آخر بخون، ترجمه کن، بفهم. آیه اینه که خلفای زنازاده پیامبر تا ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه و یزید. حسینی آخوند. بله. زنازاده رهبر معظمتونه، زنازاده آخونداتونن، زنازاده مراجع تقلیدتونن. آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی با دختر ابوبکر صدیق ازدواج میکنه، با عایشه صدیقه، با دختر یک زنازاده ازدواج میکنه؟ وقتی با دختر عمر ابن خطاب ازدواج میکنه، با دختر زنازاده ازدواج میکنه؟ بینندگان عزیز ببینید این اخلاق ایناست. وقتی که نمیتونن دروغ‌ها و تناقضات کتاباشون رو جواب بدن، توهین میکنن به اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم. احمد جان، این آخرین تماس آقای حسینی خواهد بود در این شبکه. بعد از این من به این انسان‌های پست و رذلی که به پدرزنهای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم احترام نداشته باشن اجازه نمیدم در این شبکه صحبت بکنن. برای همیشه آقای حسینی آخوند، حجت الاسلام حسینی، آخوندی، چون 10 تا اسم داری، برای همیشه شما رو به سطل آشغال انداختیم. انشالله الله سبحانه و تعالی اگر قابل هدایت نیستی با فرعون و هامان و ابو جهل و ابو لهب و امیه ابن خلف مشورت بکنه. اما اینکه آیه قرآن خیلی مسخره است دلایل اینها. در مورد 12 13 امام و تناقضاتی که در کتاباشون وجود داره دیدید برخوردش رو. وقتی جوابی ندارن برای سوالات ما، میان چیکار میکنن؟ فحش میدن و توهین میکنن. ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا. تعداد ماه‌ها در نزد الله سبحانه و تعالی 12 ماه هست. میگن اینا 12 تا امامن. فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض. در کتاب الله سبحانه و تعالی روزی که آسمان ها و زمین را خلق کرد. منها 4 حرم. 4 تا از اینها ماهای حرام هستند. من میخوام آقای حسینی و هر آخوند دیگه این جرأت و شهامت رو داشته باشه که وقتی که این آیه رو تعبیر میکنید به 12 تا امام، این 4 تا امام حرامزاده رو نشون بدید که کیا هستن. توهین نیست، نگید که والا فلانی توهین کرد. خودتون وقتی که ادعا میکنید که ان عدة الشهور عند الله 12 شهر، 12 تا امام، خب اینجا الله سبحانه و تعالی میگه منها 4 حرم، 4 تاش ماهای حرام هستن. این 4 تا امام حرامزاده کیا هستن؟ نشون بدید. نکنید به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم توهین نکنید با این تعویلای لایت چسبکتون. این اخلاق یک آخوند بینندگان عزیز، یک آخوند شیعیان عزیز بیدار بشید. اینان که شما رو دارن فریب میدن، اینان که دارن پولتون رو به اسم خمس میگیرن، نوامیستون رو به اسم صیغه دارن ازشون لذت میبرن. اینان وقتی که عقل نداشته باشن، منطق نداشته باشن، جواب نداشته باشن، در مقابل تناقضات و دروغ هایی که در کتاباشون اومده پاسخ نداشته باشن، شروع میکنن به فحاشی و توهین به اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. دوستان عزیز، بینندگانی که برنامه منو در این چند سال هر هفته تقریبا میبینن، شاهد هستن که ما به آقای ابن مالک، حجت الاسلام ابن مالک، فرصت دادیم، باش بحث کردیم. در شروع خیلی مؤدبانه، با ادب، با اخلاق اومد بحث کرد و کلیپاش هم بارها در شبکه دیدید ما پخش میکنیم، گفتگوهایی که با من کرده. در آخر که کم آورد، به محارم ما، به همسران ما، به خانواده ما فحش داد، به همه بچهای وصال حق، و کلیپشو من پخش کردم. فحش‌های ناموسی، فحش‌های رکیکی که غیر از یک آخوند دیگه هیچ انسانی نمیتونه اینطوری فحش بده. بعد از اون ما انداختیمش سطل آشغال. کلیپی درست کردن، پخش کردن تو، البته این کار شبکه ولایت و ایناست، چون جواب علمی منطقی نداشته باشن، تیکایی گرفتن از قسمت‌های مختلف برنامه و گفتم بله این آقا ببینید اینطوری دعوت میکنه. و یک شخصی به نام حمید مرادزئی، ایشون هم این کلیپ رو برای من فرستاده
و من حالا پخشش میکنم. یکی از تیکایی که گرفتن همینه که گفتم بندازینش تو سطل آشغال. این آقای ابن مالک، ما وقتی سطل آشغال انداختیم که تک تک ماها رو اسم گرفته، به نوامیس ما توهین کرده، فحش‌های رکیک ناموسی داده، اصلا قابل پخش نیست. فحش‌هایی که به ما داده قابل پخش نیست. بعد توبه کرد و تماس گرفت و خلاصه به غلط کردن افتاد. ما هم دیگه پخش نکردیم، دیگه کاری هم به کارش نداریم، دیگه تماس هم نگیره و ما باش اصلا حرفی نداریم. این آقای حسینی شاهد هستید که تقریبا 2 سال میشه که با من صحبت میکنه. خیلی مؤدبانه میومد، صحبت میکرد، بحث میکرد و هر موقعی هم که دیدید به فضل الله سبحانه و تعالی، من برای خودم ادعایی نمی کنم، این فضل الله سبحانه و تعالی و حقانیت دین مبین اسلام و قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و کرامت یاران پاک رسول الله، اولیای حقیقی الهی و اهل بیت بزرگوارشان هست که در طول تاریخ دشمنهای اونا رسوا شدن. من بارها گفتم اگر میخواید میزان ایمان و نفاق رو در دست داشته باشید و مردم رو بر اساس این میزان بسنجید که مؤمنن یا منافق، مقدار محبتشون به عایشه رضی الله تعالی عنها، به ابوبکر، به عمر، به عثمان، به علی، به طلحه، به زبیر، به حسن، به حسین، به فاطمه، به همسران پیامبر، به اهل بیت پیامبر، به اصحاب پیامبر. امین عمری رو که این آقا میگه زنازاده است رضی الله تعالی عنه، فاروق اعظم پدر خانم پیامبره، داماد علی ابن ابی طالب، داماد علیه. ام کلثوم دختر علی در همین کتاب کافیشون بابی داره، باب تزویج ام کلثوم، که ام کلثوم رو حضرت علی رضی الله تعالی عنه به ازدواج عمر در آوردن. حضرت علی در طول خلافت عمر، برید نهج البلاغه رو بخونید، مشاوره در مورد حمله به ایران، مشاوره در مورد حمله، مشاورش بوده علی. و این آخوند وقتی که جواب نداره برای دین عبدالله ابن سبع یهودی، میاد توهین میکنه، اهانت میکنه و فحش میده. و من هر کسی رو که به اصحاب پیامبر توهین بکنه، آقای عمید مرادزئی و دیگرانی که شاید خوششون نیاد از این برخورد من اینجا میگم در وصال حق اینها حق ندارن صحبت بکنن. جای اینها سطل آشغال است. میخواید خوشحال بشید، میخواید ناراحت بشید. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم اولئک کالانعام، اونها مثل حیوانات هستند، مثل چارپایان هستند. مثلهم کمثل الکلب، آنها مانند سگ هستند. یا کمثل الحمار یحمل اسفارا، مانند خری که، الاغی که بار میکشه. اگر منطق حمید مرادزئی و امثال اینا که کلیپا رو گرفتن و حالا به زبان عربی و به فارسی و این ور اون ور دارن پیام میفرستن، شماها نوکران شبکه ولایت و اطلاعات ایران و این نظام شرکی ایران هستید و با این کارتون میخواید وقتی اونها ناکام شدن در مقابله با وصال حق، دارن از نوکراشون امثال شماها استفاده میکنن و میخوان نور الله سبحانه و تعالی رو خاموش بکنن. ولکن الله متم نوره ولو کره الکافرون.